سلام برای بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. همونجور که تو ویدیو شورت هم دیده باشین، تو این ویدیو اومدیم که ماینکرافت رو بریزیم روی این لپتاپ قدیمی، همون لپتاپی که فقط با 2 میلیون خریده بودم که به SSD و 2 گیگ رم ارتقاش دادم. خب الان من لپتاپ رو روشن کردم و الان بالا اومد. اول از همه یه توضیح بهتون بدم درباره این ویدیو. قبل از اینکه من برم این ویدیو ضبط بکنم، رفتم و کامل تحقیق کردم که دقیقاً چه نسخه ماینکرافتی رو بریزم و بالاخره باید چی کار بکنم. اونجور که از هوش مصنوعی چت جی پی تی پرسیدم، گفت که بهترین کار این که تی لانچر نصب بکنی و نسخه قدیمی رو، یعنی تا نسخه 1.7 نصب بکنی. در کل توضیح ویدیو همین بود و بریم که ویدیو داشته باشیم. خب بچه‌ها، من الان وارد فایرفاکس شدم. حالا چرا میگین از این در استفاده میکنین؟ چون کروم دیگه رو ویندوز 7 ساپورت نمیشه. و اول از همه میریم توی گوگل سرچ میکنیم تی لانچر و حتما دقت کنین از سایت خودش این برنامه رو نصب کنین. همونجور که میبینین یکم صبر میکنیم تا سایتش بالا بیاد. یکم سنگین سایتش برای این لپتاپ البته، و هر وقت لود شد روی دانلود TL میزنیم، همونجور که لوگوش هست. اونجور که سایت تشخیص داده که ما ویندوز داریم و خیلی عادی همون نسخه ویندوزش رو دانلود میکنیم. خب الان که دانلود شد روش میزنم تا اجرا بشه، بهش دسترسی ادمین میدم. چرا دوتا باز شد؟ خب الان صبر میکنیم تا فایل نصبیش بالا بیاد. سیستم رو داره فعلا چک میکنه. خب اومد. همه ما حداقل یه بار این تی لانچر رو نصب کردیم و مراحلش خیلی ساده تر از اون چیزی که فکر میکنیم. خودش همه فایل نیازه رو دانلود میکنه و ما فقط نکست بزنیم. اینجا هم چون نمیخوام یه آنتی ویروس نصب کنه، تیکشو برمیدارم و روی گزینه کانتینیو میزنم و الان صبر میکنیم تا کامل فایل رو نصب کنه. چون SSD دارم زیاد طول نمیکشه روی این لپتاپ، چون بالاخره سرعتش نسبت به هارد زیاده. به این دکمه هم دست نمیزنیم، ادامه میدیم و میبینیم که لوگوش اومد داخل دسکتاپ. الان بعد فایل خود تی لانچر رو دانلود کنیم و همچنین فایل جاوا رو. یکم بهش زمان میدیم تا تموم بشه. خب دانلود شد و بسته شد و الان باید جاوا رو نصبش کنیم. اینم باز نصبش کار نره، فقط روی نکست میزنیم و خودش خود به خود توی درایو سی اونو نصب میکنه. اگه خواستیم میتونین حالا باز جاشو تغییر بدین، چون اگه درایو سی تون جا نداشته باشه. خب اینم نصبش تمام شد. الان یکم صبر میکنیم تا پنجره نصبش بیاد دوباره. خب اینجا روی اوکی میزنیم و دوباره برمیگردیم به اون پنجره نصب اصلی. خب میبینید که نوشت اینستال یا همون نصب کامل شد. الان منم این فایرفاکس رو میبندم چون رو از رم استفاده میکنه و صبر میکنیم تا خود تی لانچر بیاد. قبلش میخواد که ما یه حجم از فایل رو دانلود کنیم که اینم باز صبر میکنیم تا دانلود بشه. خب همونجا که میبینین پنجرهش بسته شد و الان تی لانچر ران داره میشه. خب تی لانچر بالا آمد و همون اول میگه دسترسی رو بده، ما بهش دسترسی رو میدیم. خب بعد اینکه پنجره بسته شد، من اینجا به یه مشکل مسخره برخورد کردم که این دکمه ها و بالاخره اجزای پایین تی لانچر نشون نمیده، چون لپتاپم کوچیکه و صفحش 10 اینچه. من از یک کلک استفاده کردم و الان اینجا بهتون نشون میدم که چی کار باید بکنین که اگه شما به این مشکل برخوردین رو حلش کنین. همونجور که الانم میبینین من با آلت و اینتر و حتی دکمه F11 هم زدم، فول اسکرین نشد. مجبور شدم برم توی تسک بار و توی پراپرتیز و اوتو هاید تسک بار رو روشن بکنم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما رو تسک بار کلیک نمی کنیم میره پایین خود به خود و به این صورت تونستم به اون دکمه و اون بخش پایینیش دسترسی داشته باشم. خب اینجا من اسمم رو وارد کردم و نسخه رو انتخاب کردم. اونجور که چت جی پی تی گفته بود، میگفت که میتونید رو نسخه 1.7 اینو راحت اجرا بکنید و منم خب حرفشو گوش دادم و این نسخه رو نصب کردم. خب روی اینستال میذاریم و صبر میکنیم تا مراحل نصب کامل بشه.
خب اینجا میبینین که نصب کامل شد و پنجره منوی تیلانچر بسته شد و الان باید صبر بکنیم تا خود ماینکرافت اجرا بشه. همونجور که میبینین اینم توی فول اسکرین اجرا نشد و شما میتونین با دکمه F11 فول اسکرینش کنین. من فکر میکردم با آلت و انتر میشه، ولی با همون دکمه F11 میتونین فول اسکرینش کنین. خب همونجور که میبینین گفتم که با دکمه F11 فول اسکرین شد. میریم توی سینگل پلیر و یه نونه ورد جنریت میکنیم. یه نگاهی هم به گزینه‌هاش انداختم که خب ماینکرافت جدید واقعا این گزینه‌ها رو خیلی بیشتر داره. روش میزنم و صبر میکنم تا ورد منو بسازه. خب اینجا وردم ساخته شد و من واردش شدم. همونجور که میبینین با چه پدیده‌ای به نام لگ روبرو میشین. رفتم تو ستینگش یکم انگولکش کردم، مثلا FOV رو برای خودم تنظیمش کردم، ربطی به لگ و اینا نداره. ولی تو تنظیمات ویدیو و پرفورمنس میتونین این تنظیماتی که من زدم رو وارد کنین که ماینکرافتتون یکم بهتر FPS بگیره. بعد از نیم ساعت گشتن تنظیمات و انگولک کردن این ماینکرافت و ستینگ و اینا، بالاخره رو بهترین حالتش تنظیماتش رو ست کردم و همینطور که میبینین الان کلن از 20 FPS بیشتر نمیره که خب این اصلا به درد کارمون نمیخوره. من با عصبانیت تمام ماینکرافت رو بستم و وارد تیلانچر شدم و نسخه قدیمی تر یعنی 1.4.4 رو دانلود و نصب کردم. خب دوباره این تیلانچر مسخره بس و دوباره باز کرد و بازم صبر کردم تا کامل لود شه، اما خب این بار یکم سریعتر و اونجور که من فکر کردم بهتر اجرا شد. فول اسکرینش کردم، یه سری دوباره به ستینگ زدم و دیدم نصف اون ستینگا نیست. چرا؟ چون نسخهش قدیمی تر بود. به این کار نداریم. اینا رو بستم و وارد همون مپی که دانلود کردم شدم، اون روش زدم و پلیو زدم. خب اینجا که میبینین دوباره رفتم تو ستینگ و تنظیمات خاص خودم رو وارد کردم. خب الان که همونجا که میبینین لگ به شدت کمتر شده و الان خب چون نسخه قدیمی FPS رو نشون نمیده، ولی همونجا که میبینین باید چیز حدود 25 تا 30 باید باشه و بعضی جا خب لگ میزنه، ولی در کل بد نیست، میشه حالا بازش کرد. ولی من به این راضی نشدم و رفتم از دوباره ماینکرافت بیرون و اولین نسخه ماینکرافت که توی تیلانچر بود، این نسخه 1 رو دانلود کردم. خب ماینکرافت نسخه 1 اجرا شد. رفتم تو سینگل پلیر، وردم انتخاب کردم، روش زدم تا لود بکنه و اینجا میبینین که باز لگ داره و حتی نسخه قبلی خیلی عجیب تره که لگ داره. حالا نمیدونم به خاطر باگای نسخه است یا نه. این بدبختم که اصلا ستینگ نداشت که من تنظیمش کنم، چند تا دکمه بود اونا خاموش روشن کردم، رفتم تو بازی و دیدم دقیقاً عین نسخه قبله و حتی لگش هم بیشتر. دقیقاً تفاوتش عین لنکروز و 206 بود. خب این شما و اینم از این ویدیو. نتیجه میگیریم از این ویدیو که اگر خواستین ماینکرافت بریزین روی نسخه 1.4 پلیش بدین، چون که باگ و لگ کمتری نسبت به نسخه حتی قبلی و بعدیش داره. و در کل اینم از این ویدیو. اگر خواستین کانال رو ساب بکنین، چون پارت دیگه از این لپتاپ های 2 میلیون رو میسازم، کارهای بیشتری باش میکنم و همین دیگه. خوشتون اومد ویدیو لایک کنین و خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.